یک دقیقه زندگی فکر کنین اگه این کلمات خواندین بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، یعنی 3 دفعه ایره چی و خواندین صبح. در حدیث ابو داود است کسی که این کلمه را صبح و شام 3 دفعه بخوانند هیچ چیزی به این تاوان رسانده نمیتونه. فکر کنین چقدر آسان است. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بس 1 دقیقه است. 3 دفعه مطمئن هستم صبح و شام خواند نمیتونین، هیچ چیزی براتون نصیب تاوان رسانده نمیتونه. کی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس ما غافل از 1 دقیقه هستیم، یعنی در 1 دقیقه قدر اجر عظیم از دست میدیم. 1 دقیقه زندگیتون فکر کنین، هر روز امروز خود فیصله کنین که چقدر دفعه شما میتونین این ذکر کنین، چقدر دفعه میتونین شما سبحان الله و الله اکبر و لا اله الا الله دیگر شما بگوین. در 1 دقیقه حساب کنین، بیشتر از 30 دفعه ما مطمئن هستم میتونین سبحان الله الحمدلله الله اکبر بگوین. 1 دقیقه زندگی است، پس باید 1 دقیقه خدا ضایع نکنیم.